تدان خدا بگوی همیرا دعای خدا را خوش میآید. وقتی باری اول یک صحابی همیرا گفت حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که همین ذکر کی کرد برای ثوابی همون را رسوندن بین ملائکه ها را از بار شید. اینش که من میبرم، اینش که من میبرم. این نماز وقتی با قاعده خونده میشه میدونه که از همین دنیا و تمام نوش نعمت دنیا را بالاتر است. با شرطی که پرایخ شروع باشه، قومه داشته باشه، جلسه داشته باشه. بعد همین نماز در خشیات هر چه که رفت بعدیل اقلا همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم. وقتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتی شیطان میگریزه، شیطان طاقت نداره اعوذ بالله. حضور قلبی خطی نماز بخونیم انشاءالله. اگر خوندیم این نمازی میخوندگی ما فردا روز قیامت برای ما را حجت دلیل سبب نجات مونای. وقتی خدای تعالی نعمتاش برات نشان داد اینا میرنگ لنتای کینا ولی پیشت میگذره و میگه چیکار کردی، چی آوردی، چی میگوی؟ میگوی خدایا هر 5 وقت نماز می‌خوندم، 5 نمازی را که با جماعت مستحبه خوندم. سبحان الله. همین صحابه پیغمبر نماز دوست می‌داشتن. خدای حضرت میگه که قرة عینی فی الصلاة، روشنایی ده چشم من در نماز است. حضرت نماز به حد دوست می‌داشت. ولی به سفر ده میگن سنت نخونه اخی ای پیش خود میگن بدبختو پیغمبر خدا در بالای شتر سوار نماز نفل خونده میرفت. نمازهای نافله را هیچ وقت ترک نمیکرد. ولی همین نماز اشراق سوار شد، نماز ضحی. حضرت صلی الله علیه و سلم در روز فتح مکه که اولی جنگ تمام نشد، از جنگ رفته است در بعضی منطقه‌های مکه نماز یعنی ضحی را 8 رکعت خونده است. در صحیح بخاری اومده. پیغمبر فقط فرض نخوند است کو همه را میخوند، در سفر هم ترک نمیکرد. در سفر نماز تهجد پیغمبر ترک نمیکرد است. اینقدر تنبل شده امروز برای هر چی بهانه کرده و کی را فریب میکنیم و خودمون را فریب میکنیم. هیچ جای شک نیست که پیش پروردگار مقبول ترین عبادت نماز است. باره میگه بی عایشه مادر سوال کرد که یا رسول الله چرا ای همه بیشتر ذکر نماز در قرآن رفته بیاید؟ نسبت دیگر عبادات نماز زیادتر ذکر شده است. حضرت میگه من احب شیئا اکثر ذکره، هر کسی که چیزی را دوست بداره ذکر او را بسیار میکنه. دیده یا ماشین بگیری تو یه هفته را در جای بشینی گپی ماشین است. این شب بچه‌ها هم یه هفته فقط گپی زنگیری توی تماشا. وقتی بزرگتر نیست. این مقصد دویم اقیم الصلاه با نماز برپا کنه. او همین 5 نمازی که برای ما و شما داده شده است این عطای خداوند است و شرافت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم. در شب معراج حضرت صلی الله علیه و سلم را خداوند 50 نماز امر کرد. صحابه پیغمبر دویم در نماز بودن. خود حضرت صلی الله علیه و سلم میگه روشنایی ده چشم در نماز اخیر. حضرت همین خشی قطعی قبولش کرد. به وقتی خوش از عرش میگه پایان اومدن در آسمان ششم حضرت موسی علیه السلام قطعی با ملاقات کرد. موسی گفت برادر جان خداوند چی فرمیده؟ گفت الحمدلله 50 نماز یک هدیه بزرگی خداوند که این قدر ثواب ما میگیره. این 50 نماز هر کدوم میدونه چند قدر ثواب داره. این با این آشنای دنیا چین کرده نمیشه به حساب دنیا. موسی علیه السلام که تجربهش زیادتر بود گفت برادر جان بکر این اومد تو 50 نماز نمیخونم بگر التماس که ولی را دیر نشید از کمتر کنم که او فرضای نمیکنن در عذاب و در غضب خدا گرفتار میشود. حضرت در دیلشی گشت آمد. حضرت خداوندی گفت حبیبی من چیکار داری؟ گفت همین خیلی برادرم موسی التماس کرد گفت که دیر نشید از التماس که کمش کنم. معده چایده نه 10 تاشا کم کرد 20% گویا کم شد. یا حضرت همین بول و پرک شده اومد که با حضرت موسی هم ایستادگی چی شد؟ گفت 10 تاشا کم کرد خداوند چی تاش کرد؟ گفت ولیدم دیر نشیده بگرد با گردوندش حضرت باری دیم رفت با 10 تای دیگهش کم شد. با اومد که با گردوندش نمیخونن این مردم نمیخونن. من یه را تجربه در دیدگیرم
با حضرت گشت اومد، اینا سیم بار با 10 تا دیگهش کم شید، 30 تا شید. اومد که حضرت موسی با گردون داشت، قیصه کوتاه اخیر 10 تا شید. وقتی اومد حضرت موسی گفت هولینم دیر نیسته، بر بگرد برادر جان، بر بگرد هولینم التماس که خداوند کمش کنه. با میگه حضرت گشت اومد گفت که همین خیلی پروردگار رو همین کم کردن میشه. بعد حضرت خداوندی گفت 5 نماز و اعلام کرد گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم انه لا یبدل القول لدی و ان لك بهذه الخمس 50. ای حبیبی من، ای محمد صلی الله علیه و سلم، من دیگه وعده دادگی من قفا نمیدیدم. اگر چند 50 نماز 5 تا شده است، میگی در عوض همین 5 نماز ثواب 50 نماز برات میده. یک حضرت یا بالا اونو پر برآورده است. اومد که حضرت موسی ایستادگی چی شد؟ گفت خدای بزرگ 5 تاش کرد، 5 تا 50 تا با ثواب 50 نماز برام هدیه کرد. گفت هولی رم دیر نشید است بگرد که همه بنی اسرائیل 10 نماز داشتن، خونه سوخته و همه را نمیخوندن، ولی که این 5 تا که گفت به خدا من خجالت میکشم دیگه برم. نه خب پروردگاری بزرگ 10 برابر نماز کم کنه، با هم ثواب 50 نماز برام بتو شخصی باشه از امتهای ما که نماز نخونه. اونایی که همین 5 نماز خدا را وزنین میگن و دشوار میگن و نمیخونن، او امتهای من نیستند. اونایی را که خصمشون نماز است، اونا امتهای من نیستند. و خدا قسمی برای ما را درس عبرت ایده. برای سعی کنید همین یگانه چیزی که پشیمانی نداره. هر قدر زیاد خوندی هم قدر روحت بریده میشود، هر قدر زیاد کردی هم قدر دلت قوی تر میشود. حتی در همون سکرات مرگ هم آسانک جان میتی. همین نماز بچه ها، همین نان بشو بخور، همین عذابت میته که کفتت میته شب خوابت نمیبره. اما این نماز این نعمت خداه. بعضی یاد خوندنش برعکس زندگی دیگرگون میشود، حیات دیگر میشود. این نماز با یک خصوصیت داره که میکشه خدا به اصلاح میکنه. این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این وعده خداوند بیشک نماز آدم از فحشا و منکر باز میداره. یه بچه ما التروی را میدونستیم که این همین نماز گرفت اصلاح شو کرد، بالنیسه هر سال میبردن خوشو میکردن، اونم نرکدیسپانسر ده بحث نمیکردن. این همین نماز خدی الحمدلله همین خیلی مردکای خوب بشید جنالی که این نماز قویدش همین از زین و کاروی را من میدونم که همین نماز اصلاح شو کرد، همین خیلی مردای خوب شده، مردای تازه خوبیزه شده. همین نماز باید باشه بچه، باید باشه. همین یک یوره اینتریو داده است راوینای ملای جهوتا میگه که در کدام دولت اروپا اما هر یک ایرپورت در مملکت های اروپایی و مملکت های غرب حتما یک عبادت خانه داره، چارج میدن. او دیگه ایتا مسجد نیسته، سرکف نیسته، کسی میخواه بروه میگه همونجا رفته مکرد، اما عبادت خانه دیگه. میگه چند مسلمان گزید پرتافتیان در زمینه، یکش پیش ایستاده است دیگه رو از خفا نماز خونده استیان. و میگه همیدون مشاهده کردم همین نمازه، واقعی ایو با خدا روز نیاز کرده استیان. این بدونه که این تو وقتی همین نماز است، تو وقتی همین مردم عبادت میکنن، خداوند هیچ وقت برکت چه ایروی زمین بر نمیداره. هر روز 5 مرتبه با خدا روز نیاز کردن، به خدا گپ زدن، آخه موردی خطابی تو پروردگاره کو، آخه این والله اینا به هیچ چین کرده نمیشه. پیوسته رخی نماز خوان گلگون است، رویش همه نور، طالعش مقرون است. آن کس که نمیگذارد این 5 نماز، شوم است و پلید، ناکس و ملعون است. ترک نماز گناه کبیره ای. همین خیلی که شراب نوشی گناه کبیره ای، اینا زیناکاری گناه کبیره ای، همین نماز هم ترک کردنش گناه کبیره ای. آدمی را ندیدم که پشیمون نشود. باور کنید خوب نیست که همین ابتدا اصلاح شه یا ابتدا نماز بخونید. یک معلم بود نامش نگیریم، در اونیورسیتت کمونیسم علمی درس میگفت، ما درس دادگی اتئیسم درس دادگی، نوچنی اتئیسم بود. وقتا زمانه شد که همون استاد دیدیم اویلش گذشت است،
همین مقصد طریق باید گفتم که نشناختی خیلی باید شاید جمعش رو صحبش رو گریه کرد گفت ما هم کودکی در دیدان کلون شدیم اینترنت مکتبای هم طریق روسی و پرت شکاله و یه بچه اوخی یک بودم اینه بود ما را نصیحت کنه آیا خدای تعالی می توبه ما را قبول میکرده باشه البته گفتم قبول میکنه ناامید شدن از رحمت پروردگار کفره حتما قبول میکنه ای خدای بزرگ بازا حرام که هستی بازا گر کافر و گبر و بدپرستی بازا این درگاهی ما درگاهی ناامیدی نیست 100 بار اگر توبه شکستی بازا دری رحمت پروردگار بازای تا زمانی که جان در همین غرغره نیاید در غرغره که اومد بعد دری توبه بسته میشود تمام دیگه خدا قبولش نمیکنه الحمدلله همون مردی خدا نمازخوان شد مردی صالح شد ولی رحمتی گذشت دنیا برفت اگه خدا او را هدایتش کرد که این مرگ زن سببگار هدایتش شد چی بس و آدمایی هستن که اونا به هدایت اله میرود به سجده الهی ای دنیا میرود وای بحال شد وای بحال شد این نماز وسیله نجات انسان است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه بور نماز ذکر میکرد گفت من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه هر کسی این نماز را حفظ میکنه نماز را در وقتش میخونه اینا برای او را نورا فردا روز قیامت حجت دلیلشان سبب نجاتش هستند در روز قیامت و من لم یحافظ علیها لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا اما کسی که اگر به شرط حفظش نمیکنه در وقتش نمیخونه یا عموما نمیخونش فردا روز قیامت این نه نور داره و نه برهان و دلیل داره و نه یک حجت داره خوب نیست که همین سعی کنیم ولی که جوان هستیم امکانیت هستیم کاری را که جوان میکنه آدم پیر کرده نمیتونه